آنی مثل پرفکت مانی. اگه دنبال یه راه حلی هستین که بتونین خیلی سریع و بدون ترس از تحریم‌ها درآمد ارزی داشته باشین و پول انتقال بدین، تنها چیزی که به کارتون میاد پرفکت مانیه. خب حالا با پرفکت مانی چه کارایی میشه کرد و اصلا فرقش با سیستم‌های پرداختی دیگه‌ای مثل پیپال چی هستش؟ پرفکت مانی نسل جدید سیستم‌های پرداختی هستش که توی کشور پاناما تأسیس شده و در حال حاضر هم دفترش توی زوریخ سوئیس هستش. کار با پرفکت مانی خیلی راحته و با چند تا کلیک خیلی ساده شما میتونید که کارتون رو انجام بدید. پرفکت مانی کمترین کارمزد رو بین سیستم‌های پرداختی داره و چیزی حدود 0.5% بابت هزینه انتقال پول. شما با پرفکت مانی میتونید به راحتی برای خودتون حساب داشته باشین و البته که میتونید بدون افتتاح حساب هم با خدماتی که از ووچر دریافت میکنین کاراتون رو به راحتی انجام بدین. ووچر چیه؟ جلوتر بهتون میگیم. میتونید به راحتی از هر سایتی که ساپورتش میکنه بدون هیچ محدودیتی خرید بکنید. پرفکت مانی دلار، یورو، بیت کوین و طلا رو هم ساپورت میکنه. 3 لایه امنیتی داره که میتونید با خیال راحت مبادلات مالی داشته باشید. اما بزرگترین مزیتش اینه که تمام این کارها به صورت آنی و اتوماتیک انجام میشه در کسری از ثانیه. حالا بریم سراغ ووچر. ووچرهای پرفکت مانی مثل کارت شارژ و یا کارت هدیه میمونن که شما به راحتی میتونید با استفاده از این کدها توی سایت‌های مورد نظرتون کالاها و خدمات مورد نیازتون رو از سایت‌های خارجی دریافت بکنید. امکان شارژ حساب پرفکت مانی با ووچرها وجود داره و مزیت ووچرها نقد کردن و فعالسازی آنیشونه. لازمه بدونید تمام این خدماتی که بهتون گفتم و شما به راحتی میتونید از نمایندگی رسمی پرفکت مانی داخل ایران دریافت بکنید. از کجا؟ نیک پرداخت. تمام خدمات پرفکت مانی و ووچرش به صورت آنی و اتوماتیک در سایت نیک پرداخت انجام میشه و بعضی از خدمات هم اصلا نیازی به احراز هویت نداره. اگه سوالی داشتید و یا نیاز به اطلاعات بیشتری داشتید میتونید از پشتیبانی و یا پاسخگوی تلفنی 24 ساعته ما کمک بگیرید.